اجرا نکردن یگان عهده‌داری‌های شرط‌نامه‌ای نباید اساس برای به حبس گرفتن مهاجر مهنتی یا اعضای عائله او گردد. اجرا نکردن عهده‌داری‌هایی که از سازشنامه مهنتی برمی‌آیند نباید اساس برای محروم ساختن مهاجر مهنتی یا اعضای عائله او از اجازتنامه استقامت یا کار یا باعث بیرون کردن آنها گردد، به استثنای حالت‌هایی که اگر اجرای چنین عهده‌داری یکی از شرط‌های گرفتن چنین اجازتنامه باشد. غیر از شخصی منصبدار دولتی که قانون به او صلاحیت‌های دخلدار را داده است، هیچ کس نمی‌تواند با ترتیب مقرر کرده قانون حجت‌های تصدیق کننده شخصیت، حجت‌های اجازت دهنده وارد شدن یا بود و باش، استقامت یا ساکن شدن در قلمرو ملی یا اجازتنامه کار را مصادره نماید، نابود سازد یا کوشش نابود ساختن نماید. همه گونه مصادره اجازت داده شده چنین حجت‌ها نباید به دادن زبان خط مفصل به عمل برآورده شود. در یگان حالت به نابود کردن شناسنامه یا دیگر حجت‌هایی به آن مانند مهاجر مهنتی یا اعضای عائله او راه داده نمی شود. ماده 20-21 کنونسیای بین المللی عاید به حمایه حقوق همه مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها